کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر خوجند با مقصد پیشگیری از حادثه‌های سوختار در حدود شهر رید گذراندند. مسئولین حالت بی‌خطری چندی از منزل‌های استقامتی، خوابگاه و انشاءات دولتی را از نظر گذرانده به ساکنان دستورالعمل پیشگیری از حادثه‌های ناخوش سوختار را تقسیم کردند. هنگام بازدید از خوابگاه رقم 44 محله 31 شهر خوجند از حالت بی‌خطری چندی از تجهیزات و ناقل‌های برقی گرمی‌دهنده دیدن کردند. معلوم گردید که در خوابگاه مذکور ساکنان برای گرم کردن خانه در فصل سرما پورا از نیروی برق استفاده میبرند، اما طرز استفاده تجهیزات برقی و هم ناقل‌های پیوست کننده در اینجا به طلبات بی‌خطری از سوختار عموما جوابگو نیست، زیرا ناقل‌های برقی بیشتری حجره‌های استقامتی در بیرون و حتی در حالت صدموی قرار دارد. مسئولین خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر خوجند هنگام بردن کارهای فهماندهی به ساکنان عاید درست استفاده نمودن تجهیزات برقی، گاز و پلیت‌ها و قاعده‌های بی‌خطری از ساختار معلومات دادند. رید مسئولین در مؤسسه دولتی مرکز سالمگردانی نورسایی و حفظ کودکان شهر خوجند ادامه کرد. در این مؤسسه کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی از حالت بی‌خطری حجره‌های خوابی کودکان و اینچنین آشخانه و حمامخانه دیدن کردند. واسطه اساسی گرمی‌دهی در اینجا نیروی برق بوده، همه حجره‌ها با تجهیزات برقی به مانند کاندیسیونر گرم کرده می شود. خیلی که خودتان واقف گشتیتان با کاندیسیونرها گرم شده، حرارتی صنفخانه ها از 22 زیاد می باشد که این به قاعده معیاری گرمی‌دهی جوابگو می باشد. مؤسسه ما با دو کاندیسیونر 18 کیلووات تامین گشت و خانه‌ها پر با آن گرم کنک‌ها گرم کرده شده ایستادند. در این مؤسسه ما محدود کردنی قوی برق نیست، همه شرایط خوب. در آینده نقشه بسیار محرکت میکنیم که برای همین کودکانی که با یک امید در این درگاه تعلیم و تربیت گرفته ایستادند همه شرایط را مهیا نماییم. در کمپلکس کودکستان مکتبی مخصوص برای کودکان قوه بصیرتشان سست و نابینایان شهر خوجند باشد از سبب سردی ماه ینور سال جاری سیستم یگانه گرمی‌دهی مؤسسه قسماً کارناشایان گردید، زیرا عبور آبگذر نزد سیستم یگانه گرمی‌دهی که تا بینای مؤسسه آمده رسیده است یخ کرده به صدمه دچار شد. از این سبب تجهیزات گرمی‌دهنده نزدیک 30 عدد حجره‌ها از کار ماند. حالا رهبری مؤسسه برای برطرف کردن حالت مذکور با کارمندان خوجند آبوکانال و دیگر شخصان مسئول کاربری کرده ایستادند. به مسئولین خدمات دولتی آتش‌نشانی هنگام گذراندن کارهای فهماندهی اطلاع داده شد که بر اثر صدمه یگان حالت ناخوشی یا سرزدن سوختار رخ نداده است. عینی حال من همین روز همه کارها به انجام رسیده ایستاده است. حاضر به خوجند آبوکانال مراجعت کرده ضیافت دادگی. حاضر ما عمده کمی که اون تربایی که از همون سیستم یگانه مرکزانی داشته تا بینای تعلیمگاه در حالت کارناشایمی قرار دارد. حاضر عین حال ما با اون کاربری کرده در روزهای نزدیک کمبودی را برطرف کرده به کار می‌داریم. عین حال همه سیمخانه‌ها حرارت معتدل دارند. بنا به اطلاع مسئولین خدمات دولتی آتش‌نشانی در مقیاس شهر خوجند تا امروز 11 عدد حادثه‌های ناخوش سوختار به قید گرفته شده است. از این شماره 4 عدد در منزل‌های استقامتی ساکنان، 1 عدد در انشاءات شخصی، 3 عدد در نقلیات و 1 عدد دیگر در انشاءات دولتی به عمل آمده است. سبب‌های اساسی سرزدن سوختار به نظارت گذاشتن تجهیزات گرمی‌دهنده برقی، رسیج کوتاه ناقل‌های برقی به حساب می‌رود. مقصد اساسی تشکیل و گذراندن چاره‌بینی‌های پروفیلاکتیکی آتش‌نشانی هم این پیش از همه پیشگیری حادثه‌های ناخوش سوختار محسوب می‌شود. هنگام گذراندن همین ترغیبات تشویقات استفاده بری قوه‌های برقی چه استفاده میبرند تجهیزات‌های گرمی کننده همین حجره‌های استقامتیشان رو فهمانده دیده برانده عاید قاعده بهتر از ساختار فهمانده به آنها دستور صحبت‌ها گذرانده شد. این رید در اساس فرمان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از 15 اپریل 2015 تحت رقم 224 و این چنین زیاد شدن حادثه‌های سوختار در شهر خوجند پیشگیری حادثه سوختار گذرانده شده.
дар умум давоми як соли гузаштаи 2022 бошад дар шаҳри Хуҷанд 52 адад ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ба қайд гирифта шудааст. Аз ин шумора 30 адад дар манзили истиқоматӣ, 13 адад дар иншооти шахсӣ, 8 адад дар нақлиёт ва як адади дигар дар иншооти давлатӣ рух додааст. зарари умумии расонидашуда аз ҳисоби сӯхторҳо бошад дар як соли охир 597740 сомониро ташкил медиҳад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.